دوستان عزیزی که توی کامنت های من نوشته بودن داخل یوتیوب که امنیت بلوچستان چطوره، از امنیت بلوچستان حرف بزن. دوستان من، بلوچستان یک منطقه با قسمت 7000 ساله، با فرهنگ 7000 ساله است و امنیتش از قدیم برقرار بوده. حرفایی که بیرون میزنن بعضی از دوستان میگن امنیت نداره، یه مدتی چند سال پیش یه خورده ناامن بوده، درسته، اما الان الحمدلله امنیت کاملا برقراره. اینجا هم همون ایران شماست، همه جای ایران سرای من است. عزیزان، امنیت بلوچستان یک امنیت خیلی خوبی داره. این راهی که الان من دارم میرم راهیه که الان منطقه کوهستانیه بین خاش و سراوان، بین خاش و سوران. این راهی هست بین خاش و سوران. الان من در وسطی، مثلا سمت چپ ما ایران شهر، سمت راست هم تقریبا شهرهای گشت و اون طرفی میفته. الان من نزدیک خاشیم دیگه. الحمدلله امنیت کاملا برقراره، همه جای ایران سرای من است. بلوچه ها مهمان نواز هستن. اگر برای کسی اتفاق بیفته تا آخرین لحظه، اگر چه نشناسنش باش همراه هستن. تو این راه هر کسی برایش اتفاقی بیفته، پنچر بکنه، ماشینش خراب بشه، بقیه میستن کمکش میکنن. مخصوصا اگه خانواده داشته باشه، این بغلا این کنارها نگاه بکنید، روی تپه ها اینا چادر نشینا هستن که این طرف روی کوه نشستن، خونه هاشون رو کوهه. الان نمیدونم، من تو راه هستم، فکر کنم افتاد، تصویرش افتاد. و اون فیلم هایی که شما در فضای مجازی میبینه، اون آدم های چتل و لچک و چی میگن که اون فیلم ها رو میدارن، و اون اسلحه هایی که شما میبینید تو فضای مجازی تیراندازی میکنن، اون همش دولتی هستن، مال سپاه هستن، مال بسیج هستن که برای عروسی ها و این چیزا از قدیم رسم بوده، مثلا تیراندازی میکردن. خوب و بد همه جا هست. من نمیگم که مثلا همین قدر خطر که در شهر شما وجود دارد همین قدر هم پیش ما هست، اما بیشتر نیست که مثلا اندازه که تو تصویر گذاشتن، تصویر برداری کردن، فیلم هاشو گذاشتن، اونجوری نیست. ما بچه بلوچستان هستم، اما تا حالا ندیدم، خیلی کم که ببینم جای اسلحه داشته باشن تیراندازی بکنن ملت. آخر عروسی ها هر شهری، مثلا طرف دلگان و اون طرفا خودشون بلوچ هستن، اونا هم تشیع، بلوچه تشیع هستن، ولی اون طرف اسلام آباد و دلگان و قانوج برادرای ما، اون رسمشون اینه که تو عروسی ها تیراندازی میکنن. تو منطقه ما نیست. منطقه سراوان منطقه ای هست که منطقهش خیلی امنیت داره و این که مردمش بیشتر باسواد هستن. یه روستای ما داریم، روستای گشت، که مثلا باسوادترین آدمای دنیا، بزرگترین دکترای دنیا تو انگلیس و اون طرفا، دکتر سراوانی، دکترای رحمانی، اینا از اون روستای گشت هستن، تو لندن و آلمان و پاریس و اون طرفا. کشورهای اروپایی داره از مغز بلوچستان استفاده میکنه. متاسفانه از طریق چی بگم، این توجه نشده زیاد. مغزهای ما همه دارن فرار مغزها میشن. از دولتی های عزیزم خواهش میکنم، کسانی که این فیلم ها رو و ویدیوهای منو میبینن، بلوچستان هم مثل خودتون بدونید، بلوچه هم از ملت شما، از مردم شما هستن، هیچ فرقی ندارن، تشنه مهر محبت هستن. اومدیم بنزین زدیم و به طرف زایدان برکت انشالله.
بنزین خاش. خب دوستان عزیز، اینم شهر زیبای خاش. اون راهی که اون طرفه داره، اون اتوبوسا اون جای ساده، اون میره طرف ایران شهر. از اینجا هم میری داخل شهر، مرکز شهر. ما با مرکز کار نداریم فعلا، ما میریم طرف زاهدان. اون طرف میره ایران شهر. اینم مسجد ابوالفضل. دوستانی که دلتون برای خاش تنگ شده، خب دوستان عزیز، الان ما رسیدیم به منطقه کهنوک. رسیدیم اینجا که نهار بخوریم. عزیزان، ما الان میخوایم پیاده بشیم. شاید همدیگه رو ندیدیم، شاید دیدیم. یک لحظه در بند ما ماشین چی کنم. اینجا یه جای تفریحی خیلی قشنگ تمیز، یک جای باحال تمیز جنگلی. بهترین جا. خب همراه ما یه خورده غذا درست کردن، بریانی از خونه آوردن، دستشون درد نکنه. الان سوال بکنیم ببینیم خریدنی چی هست. اوره منصور چی ها ورگینگو کبابی مبابی هست؟ چی هست من دیگه احسان تو چی برده؟ صبر کو فزنه یاره من. خب دوستان عزیز، ما رسیدیم تو یک جای قهوه‌خانه بین راهی با همراه آقای نفر اول منصور، احسان و हमारे गंजा भाई इसहाक। सर एक चेस कर रहे पा कच्चा रहे खोलना है जो असन अब बर्मी बरी मुंह बिकारी बरश। बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। अल्लाह नाम فقط خود ما. اگر ما اول مصرف کن دوره. خب بینندگان عزیز که کانال منو لایک نکردید، بی زحمت لایک بکنید، سابسکرایب کنید. اونایی که تازه اومدن هم حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. در ادامه ویدیو سفر ما رو با هم دیگه خواهیم دید. تشکر از شما. لایک یادتون نره. خدا نگهدار شما. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। हमारे भाई बहन और असलम खान व्लॉग और दूसरा भाई है उसका असगर खान अहमद व्लॉग, सब लोगों को मैं सलाम देता हूँ। तुम लोगों का चैनल मोनो हो गया, तुम्हारा मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ, बोलता हूँ। शुक्रिया तुम हमारे चैनल से पीछे कर लिए। अल्लाह हाफिज़।